درود شالای گلخوش هستم با خبرهای تازه 12 سپتامبر و شما رو از استودیوی رادیو آزادی از پروگرام روی میکنم. در برنامه امروز این موضوعها را دارم. پرزیدنت انتقاد کرد به درها مهر زدن. سرتارشخانه‌ها و دندان پزشکی‌ها در تاجیکستان زیر ضربین رفتند. شکایت از کاری آنها کم نیست. یگام چه ایستاده نبودن، دندانی من کندن به همین دند چشون اپاراتشون. من در همین کسل گیپاتیتا گذراندم. بزرگترین مشق‌های مشترک نظامی در شرق دور، نظامیان روسیه و چین مدت یک هفته نیروی خود را نمایش می‌دهند. و همه به کنسرت، برنامه هنری شام دوستی آوازخوانان تاجیک و ازبک در ورزشگاه شهر وحدت هزارها نفر را جمع آورد. دوستگیمز خورسند هستیم. دوستی ما ابدی باشد. همیشه بین همدیگر روا کنیم. شما به خانه ما مهمانی بیایید، ما به خانه شما. سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو به تحقیق مناقشه چند عضو هیئت حکومت تاجیکستان و مخالفین پرداخته است. کشمکش بین طرفها روز 11 سپتامبر اتفاق افتاد. در پی این ماجرا عاملان از شرکت در جلسه های بعدی سازمان دور کرده شدند. نمایندگان حکومت مناقشه دیروزه را تفتیه نام بردند و در همین حال سه نماینده مخالفین باعث جبر دیده به پلیس ورشو شکایت کردند. جلسه سالانه حقوق بشر در پایتخت لهستان امروز به کار خود ادامه داد و تا 21 سپتامبر جریان میگیرد. در ناحیه حصار چند نفر به بیماری سوختنی گرفتار شدند. ساکنان دهه حسن‌آباد میگویند آنها از خون گاو بیمار سرایت یافتند. برخی از آنها تا هنوز در بیمارستانند. گاوهای بیمار را سوزاندند تا بیماری در بین دیگر چربا و مردم پهن نشود. سربیناز روح الله و شهلای عبدالله به دهه حسن‌آباد رفتند. همسر گریز بویف 16 روز اخیر در بیمارخانه است. با او گفتند که گرفتاری سیاه زخم شده است. آوردگم 2 کیلو گوشت آوردگی. اما یک بار آمدگی بعدم چلیک سیاه شده است. چلیک سیاه شده. بعد همه خیلی دم میکرده. رنگ همی چشم میآوردم بری همی سیاه شده. خیلی چی میشه؟ او تاز سال بگیم زردو میگیره. بعد دیدم که وضعیت دستشون بزی. من گفتم خیر روی یک دکتر بنشون دیکنی. خانواده گریز بویف تنها نیستند که بعد از ذبح و استفاده گوشت گاو مریض به این بیماری سرایت یافتند. در دهه حسن‌آباد حصار دست کم 10 نفر با این بیماری در بیمارخانه سرایتی ناحیه بستری شدند. 8 نفر این دو گاو. این گاو با یگان بیماری اومده بود. چه بود که بیماری هم نبود. یگان خیلی بیماری هم نداشتن. خیلی آوردن. گفتن بیمار است. بعد دیمبارا گاو کشتن و گاو خودش غلطی. بعد کشته فروختن. بعد اومده دیدن که 10 روز پس بعد فهمیدن. گرفتاران این بیماری میگویند گوشت گاو بیمار را نخوردند و ظاهراً بیماری در نتیجه آلودگی به خون گاو بیمار به آنها سرایت کرده است. 4 روز پس احساس کردم. بد شده؟ بد شد. بعدش 4 روز پس بعد آیسته مابین 12 روز کلان شد. همین قش شد. ایجاد نشده. بعد نیسه رفتیم خیلی خوب اومد دیدم همین خیلی او کلاکی کردن دیگه این پنجشوی نمیمونده. اما طبیبان وجود همگونه خبرها در مورد گرفتاری ساکنان دهه را به بیماری سیاه زخم رد میکنند. 8 نفر مراجعت کردگی مخصوص کورپاشوها هست. با باز مخصوص از زخم ها میشد که همون سری وقت اگر و نگاه بین نکنید و چی نکنید این کتی هم زخم سرایتی پوست میشد. ما گمانبار گفته همین چیزا گرفته توبت کردیم یگان تاش تصدیق خودش نیافت. در بیمارخانه سرایتی ناحیه بیماری را یک زخم ساده میدانند. اما همسر گریز بویف در یک تماس تلفنی گفت طبیبان تاکید کردند که درباره این بیماری با خبرنگاران صحبت نکنند. بعد اومدن رفتن شما قشلاق ما رفتن هم خیلی چیزی گفتن که برای خوجاین من از جنگ کرد گفت که آخی چی یگان گفتی زیادی نگو. من گفتم حقیقت باید روی آب باشه. مسئولین وزارت تندرستی و خدمات سانیتری و اپیدمیولوژی تاجیکستان از این حادثه اظهار بیخبری کردند ولی گفتند در صورت ثابت شدن درستی خبر آن را در اختیار رسانه ها میگذارند. رو می‌رویم به موضوع دیگر. دیروز با جلب هزاران نظامی دهها کشتی و دهها هزار زیر پوش در شرق دور روسیه تمرین آغاز یافت. چنین مشق نظامی در تاریخ روسیه نمونه ندارد. بار آخر تمرین بزرگ سال 1981 در زمان اتحادیه شوروی برگزار شد ولی در مقیاس با این آزمایش‌ها برابر نبود. درباره هدف تمرین کیومرثی عطا گزارش می‌دهد.
در روسیه بزرگترین تمرین های نظامی در تاریخ این کشور و در نزدیکی های مرز چین آغاز یافت. در آزمایش های یک هفته اینه 300,000 سرباز نیروی ارتش کشور خود را نشان میدهند و به آنها سربازان چینی نیز همراه می شوند. چین و روسیه در گذشته مشق‌های نظامی مشترک برگزار کردند، اما نه به مقیاس آزمایش‌های وستاک 2018 که علامت همکاری‌های نزدیکتر نظامی دو کشور است. عین زمان روسیه می‌خواهد به چین نشان بدهد که توانایی آن را دارد قلمروهای وسیع کم اهالیش را در شرق دور محافظت کند. مشق‌های نظامی وستاک 2018 در زمان صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین روسیه و پیمان نظامی اتلانتیک شمالی اوج گرفتند. این پیمان و امریکا که در منطقه آسیا و اقیانوسیه حضور نظامی قوی دارند، گفتند که جریان آزمایش‌ها را نظارت می‌کنند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه عکس ماشین‌های نظامی را نشان داد که قطارها آنها را می‌برند. همچنین نوارهای تانک و ماشین‌های زیره‌پوش و هواپیماها را نشر کردند. آزمایش‌ها روز 11 سپتامبر شروع شد و تا 17 سپتامبر ادامه می‌کند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات بهداشتی تاجیکستان به تفتیش سرتراشخانه‌ها و دندان پزشکی کشور شروع کردند. با این ریدها انتقاد رئیس جمهور کشور باعث شد که گفت در بعضی از این مؤسسه‌ها معیارهای تازگی و سانیتاری رعایت نمی‌شوند. تنها در یک هفته اخیر با همین سبب به در چند چنین نقطه مهر زدند. در یکی از ریدها روز 11 سپتامبر برای یوسفی هم اشتراک داشت. شرایط سانیتاری ایجاد جوابگو است. برای شستشوی دست یا که دیگر و با آب تامین نشدند. برای بی‌ضرر کردن اسباب‌های کاری شرایط ندارد. با همین سبب مقامات بهداشتی در دوشنبه چندین سرتراشخانه را بستند. بعضی از سرتراشان اعتراف میکنند که شرایط جای کارشان مطابق با معیارهای بهداشتی نیست. موافق نیستن که اصلاح میکنیم. ремонт میکنیم، تازه میکنیم. حاضرش من نبود. خلار خیلی داشتیم اکنون میگیریم هموشه وای میکنیم. نه تنها در سرتراشخانه ها بلکه چندین کاشانه حسن و دندان پزشکی ها را هم مهر زدند. سبب این اقدام را پیشگیری از احتمال پنهان شدن بیماری های سرایتی به مثل زردپروین ویروس نوراسایی مسمومیت بدن مینامند که با واسطه ابزار طبی و سرتراشی هم میگذرد. از جمله 15 عدد سنجش ها در کاشانه های حسن، در سرتراشخانه ها، در حجره های استوماتولوژی گذرانده شده. 9 عدد کاشانه حسن، سرتراشخانه ها، 4 عدد حجره استوماتولوژی با سبب رعایت نکردن طلبات های مقرر گردیده فعالیت آنها بازداشت کرده شد. اما هنگام سنجش دندان پزشک‌ها میگفتند که تمام شرایط بهداشتی را رعایت میکنند. یکی از کارافتادگان آنها با گفته این طبیبان باور ندارد. میگوید بعد معالجه دندانش با زردپروین گرفتار شد. با همین اسبابای افلاسشان حتی پریچتکی هم پوشیدگی نبودن، یگام چی هم استفاده نبردن، دندانی من کندن با همین چشون اپاراتشون. من در همین کسل گیپاتیتا گذراندم. من نفهمیدم. بعدی 2014 شوهری من هم دندان کردن و یا گذاشتن ای دنیا رفتن ایسا به همین کسل گیپاتیت. این حاضر منم همین کسل دا گرفتار شدگی. وزارت تندرستی میگوید سال 2017 4 نفر شکایت کردند که هنگام معالجه دندان با زردپروین گرفتار شدند. گذشته از این در میان هزاران گرفتار بیماری ویروس نوراسایی مسمومیت بدن در تاجیکستان صدها نفری است که ظاهرا یا در سرتراشی یا چنین جایهای دیگر با بیماری آلوده شده اند. تفتیش در این مؤسسه ها بعد آن شروع شد که هفته پیش رئیس جمهور امامعلی رحمان فعالیت دندان پزشک‌ها و سرتراشخانه و کاشانه های حسن را تنقید کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ساکنان دهه در منطقه دوردست قرقیزستان که تا 2 سال پیش مکان آباد و سیرودن بود به آینده خوب این مکان امیدوار شدند. هرچند فعلا شرایط سازگار برای زندگی اهالی کم مانده وجود ندارد، اما وعده یک شرکت چینی برای رشد سیاحی در این منطقه دیدنی مسکنان آن را تا یک اندازه خوشبین کرده است. این محله قرقیزستان نمیخواهد خالی و متروک باشد. انلیچک در نزدیکی مرز چین امیدوار است آباد می شود. این دهه دوردست فقط یک راه دارد.
در تابستان و زمستان اینجا کار زیاد است. سنگ ها در راه می ریزند. ترمه می آید. این لیچه که سال 1970 بنیاد شده است یک زمان جای آبادی بود. Кроме работы у них ничего не было. Здесь ничего не было. Все остановился. مردم در اینجا کار داشتند. بعد همه چیز از بین رفت. بسیاری از مردم به روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها رفتند. از اینجا سرب و والفرام استخراج می‌کردند. تا سال 1996 تا زمان بستن کارخانه در اینجا 1000 عائله بود. اینجا فقط 30 عائله مانده است. بعضی‌ها خانه‌هایشان را با تپه گرم می‌کنند. برای پیشبرد زندگی خشت و اشیای خانه‌های خالی را می‌فروشند. ما از اینجا رفته چیکار میکنیم؟ والدان ما از زمان شوروی اینجا بودند. برای همین در اینجا ماندیم. یک شرکت چینی می‌خواهد استخراج کان انچلیک را از سر بگیرد، اما مردم زیاد خوشبین نیست. برنامه آنها دیگر است و رشد سیاحی. آنها می‌خواهند سیاحان و کوهنوردان را به اینجا جلب کنند چون جای دیدنی است. می‌خواهیم مکتب سیاحی باز کنیم و بچه‌ها را راه بلدی قایقرانی آموزش دهیم. بهتر است منتظر نشویم و این کار را کنیم. استفاده از زیبایی طبیعت انچلیک می‌تواند راه برای آبادی محله باشد. و روزی گذشته در کلانترین میدان ورزشی شهر وحدت کنسرت شامی دوستی برگزار شد. مسئولین میگویند تعداد بینندگان بیشتر از آنی بود که انتظار داشتند. در این برنامه هنری آوازخوانان شناخته تاجیکستان و ازبکستان دعوتی بودند، از جمله سیوینچ مومینова که در بین مخلصان تاجیک طرفداران زیاد دارد. نوبتی دراز برای کنسرت سیوینچ مومینова. هزاران نفر شام 11 سپتامبر در شهر وحدت منتظر ورود به کنسرت شام دوستی بودند که در آن آوازخوان جوان و شناخته ازبکستان حضور داشت. مقامات میگویند میدان 25,000 نفری کاملا پر شد. بعد گرم شدن مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان بار سوم است که سیوینچ مومینова در شهرهای گوناگون تاجیکستان کنسرت می‌دهد. خورسند هستیم. دوستی ما ابدی باشد. همیشه بین همدیگر رواق کنیم. شما به خانه ما مهمانی بیایید، ما به خانه شما. ما از این خورسندیم. همیشه دوستی باشد، تنجی باشد. ما از این چیز خوشحال میشویم. ششوندن خورسند بولم. در این کنسرت به غیر از سیوینچ چند سراینده تاجیک از جمله نیگین امانقلو و جانبک مراد، شبنم سوریا و فرزانه خورشید نیز هنرنمایی کردند. کنسرت سیوینچ هفته قبل وقت سری زبانها شد که مقامات وحدت از امام خطیبان خواستند نمازگزاران را به خرید چیپت‌های کنسرت تشویق کنند، ولی شب کنسرت حضور روحانیان مشاهده نشد. همه با دل خوش آمدند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت به یگان نفر فشار نآورده است و به زوری ما به یگان شهروند چیپته را به فروش نگذاشته ایم. برخی چیپته ها را در ورزشگاه و برخی دیگر در اداره های دولتی خریدند. چیپته خریدیم، در اومدیم تماشا کردیم، معقول شد. بگذار که همه خیلی کنسرت ها تست شود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبرگزاری‌های مهم تاجیکستان و جهان را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بخوانید و تماشا کنید. همچنین در شبکه‌های اجتماعی نیز ما صفحه‌های رسمی خود را داریم. من فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما بیننده عزیز باشید.